بینندگان عزیز سلام، از استودیوی مرکزی رادیو آزادی در پراگ. در چند دقیقه دیگر شما را با خبرهای اخیر تاجیکستان و جهان آشنا می‌کنیم. نخست نگاهی خواهیم داشت به نامگوی موضوع امروز 16 نوامبر. سیاستمداران روس پیشنهاد دارند که پتنت از بین برده شود و شهروندان خارجی اندازه کامل سپارند. حامیان حقوق میگویند چنین اقدام بر ضرر مهاجران خواهد بود. وقتی که با трудовой договор کار کردن 13% یعنی از معاششون میگیرند. مادری در شهر حصار از آن در تشویش است که پسرش با بیماری روحی به ارتش دعوت شده است. ممکن خودشم میکشه، ممکن دیگه کسا میزنه میکشه. من ایو میترسم. و صدها هزار مهاجر افغان که از ترس بازداشت و آزار و اذیت پلیس پاکستان ترک این کشور کردند در مرز با افغانستان در خیمه ها زندگی دارند. هر چی زودتر ما را از اینجا بیرون برند. 6-7 روز باز ما شب را همینجا روز کردیم. مشکلاتمون خیلی زیاد است، ما تشنم نداریم. اما شروع میکنیم از یک خبر. پرزیدنت تاجیکستان هفته آینده به روسیه می رود. سفر رسمی امام علی رحمان به مسکو از 21 تا 22 نوامبر تحریزی شده است. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان میگوید طبق نقشه در این سفر گفتگوی یک به یکی امام علی رحمان با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه و همین طور ملاقات وسیع هیئت‌های دو کشور صورت میگیرد. انتظار می رود که در پایان گفتگو شنید یک قطار سندها به امضا برسد، اما جزئیاتی از این بیش داده نمی شود. بار آخر رهبران تاجیکستان و روسیه ماه گذشته در بیشکک در حوزه جلسه اتحاد دولت‌های مشترک المنافع دیدار نموده و همکاری‌های دو کشور را بررسی کردند. تاجیکستان و روسیه شریکان استراتژیکی دانسته می‌شوند. روسیه در خاک تاجیکستان عظیم‌ترین پایگاه نظامی خارجی‌اش را جای داده است. از طرف دیگر سالی تا 1 میلیون شهروند تاجیکستان به روسیه برای کار می‌روند. چون از مهاجرت گفتیم، وکیلان حزب سپراvedливая روسیه در دومای دولتی پیشنهاد کردند که نظام پتنتی در این کشور از بین برده شود و به جای آن مهاجران مثل شهروندان روسیه از درآمدشان 13% اندازه سپارند. طرح لایحه قانون در این باره به دومای دولتی پالاتای پایانی پارلمانت روسیه فرستاده شده است. حامیان حقوق میگویند اگر این پیشنهاد قبول شود بر ضرر مهاجران خواهد بود. تفصیلات در گزارش میرزا نبی خالقزاد. به نوشته پایگاه خبری ویداماستی در توضیحنامه لایحه وکیلان حزب سپراvedливая روسیه گفته می شود فعلا مهاجران مهنتی در روسیه با پتنت کار می کنند که برای 12 ماه داده و بعدا هر سال دراز کرده می شود. نرخ آن در منطقه های مختلف روسیه از 2724 تا 10929 روبل را تشکیل می دهد. در عین زمان به باور این وکیلان نظارت از بالای مکانیزم دادن پتنت و رعایت شرطهای گرفتن آن در مجموع از شغل غیر رسمی مهاجران پیشگیری نمی کند. بنابراین وکیلان سپراvedливая روسیه پیشنهاد دارند که پتنت از بین برده و به جاش یک قاعده عمومی جاری کرده شود که طبق آن کارفرمایان حق دارند تنها با اجازت دخلدار مهاجران را به کار جلب کنند. در نوبت خود به استثنای شرکت کنندگان برنامه پریسیلینیا، مهاجران دیگر تنها در صورت داشتن اجازتنامه حق کار خواهند داشت. به این وسیله از همه مهاجران کاری خارجی طلب کرده خواهد شد که به مثل شهروندان روسیه مبلغ پره انداز درآمد انفرادی را پرداخت کنند که از مبلغ پتنت هم بیشتر خواهد بود. یعنی از نگاه وکیلان حالا مهاجران به فرق از شهروندان روسیه درآمد بیشتر دارند، اما اندازی کمتر میسپارند و باید از بعضی امتیازهای بی اساس انداز که حالا وجود دارند فوراً محروم گردند. محمد جان صابروف حامی حقوق مهاجران میگوید از بین بردن نظام پتنتی به هیچ وجه به فایده شهروندان خارجی نخواهد بود. وقتی که پتنت از بین میبرند در جای اون трудовой договор می شود و شهروندان ما باید قانونی کار کنند با трудовой договор. وقتی که با трудовой договор کار کردن 13% یعنی از معاششون میگیرند. این یعنی اگر که شهروند در ساختمان بعضی ها هستند که از 80,000 زیاد معاش میگیرند، یعنی که 80,000 که معاش بگیرند زیاده از 10,000 هر ماه از معاش اونا گرفته می شود. حالا آنکه پتنت در شهر مسکو 6600 است. برای همین این برای مهاجرای ما فایده ندارد و تا جایی که من خودم در دادگاه یعنی در سودا اشتراک میکنم در حالت بدن پتنت وقتی که یعنی
регистрация هم که بود شد در اساس پتنت می شود که ودورین اتمینیت کنیم وقتی که این پتنت که از بین بردن این یعنی چیزا از بین می رود. باید گفت در طرح لایحه قانون همچنین پیش بینی شده است که همه مهاجران هنگام گرفتن اجازتنامه کار باید حتما از انگشت سپارم و عکس برداری شوند. این در حالی است که روز 10 نوامبر مقامات ولایت تولا اعلام کردند که مهاجران را با پتن دیگر در ساحه سودا و مسافرکشانی به کار نمیگیرند. 2 روز پیشتر از این والی ولایت چلیابینسک محدودیت جلب مهاجران به تاکسی رانی و مسافرکشانی در نقلیات جمعیتی را تا 1 سال دیگر دراز کرد. چون این قرار چند سال اخیر در ولایت‌های کالوگا و تیومن و منطقه خودمختار خانت مانسیسک عمل می‌کند. ضمناً ماه گذشته سرگئی میرانوف رهبر حزب اسپراویدلیوی روسیه پیشنهاد نمود که فعالیت مهاجران در تاکسی و مکتب و داروخانه و بیمارستان‌ها در روسیه منع کرده شود. با باور این وکیل با قبول لایحه برای اهالی روسیه جای کار بیشتری پیدا خواهد شد. در این زمان در سال آینده نرخ پتن در بعضی از گوشه‌های روسیه بلند برده می شود. از جمله در مسکو و ولایت مسکو ارزش پتن در سال 2024 7,500 روبل خواهد بود. در سنت پترزبورگ 4,600 روبل و در ولایت پرم 5,200 روبل را تشکیل خواهد داد. یادآور می‌شویم که طبق طلبات نو از 7 ژانویه سال 2024 مهاجران بعد گرفتن پتن در مدت 2 ماه باید شعبه کارهای داخلی را درباره فعالیت مهنتیشان خبردار کنند. در صورت غیر پتنتشان بیکار کرده می شود. برنامه اخبار آزادی رو ادامه میدیم. خانواده یک جوان در شهر حصار شکایت دارند که پسر بیمارشان را اجباراً به خدمت حربی جلب نمودند. مادر سرباز میگوید از سرنوشت پسرش که بیماری روانی دارد در ارتش نگران است و برای برگردانیدن او از خدمت تلاش‌هایش نتیجه نداده است. جزئیات موضوع در گزارش همکارانمان علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله. میدونستم که بچه ما کسل نمیرود. نکه ایداف نمیدونم چه مجبور به جای دیگه کس بردن شایره. پیوندان یک جوان 25 ساله در شهر حصار میگویند کارمندان مقامات انتظامی و جماعت دهات این شهر بیماری روانی فرزندشان را به اعتبار نگرفته او را به خدمت حربی بردند. این زن میگوید روز 16 اکتبر پسرش را از کوچه گرفته بردند و حالا در یکی از قسم‌های حربی واقع در ناحیه سپیتامین خدمت میکند. چند بار رفتم پیششون گریه کردم. گفتم که بچه ما کسلای ای پیشم 2 بار دیگه قپیدگی بودنش نه که جواب داده بودن که کسلش برو اومده بود معاین شده بود ای دفعش باید به جای دیگه کس گرفته بردگیان. بر اساس معلوماتنامه طبی که نسخه آن در اختیار رادیوی آزادی است، مثنوی حلیموف سال 2006 در شعبه بیماری‌های روحی بیمارخانه حصار بستری شده تحت نظارت طبیبان قرار داشته است. سالی اپیلپسی داشته. دورو کتی بود فقط وای. مادر از وضع روانی پسرش نگران است. ممکن خودش میکشه، ممکن دیگه کسا میزنه میکشه. من ایو میترسم. با گفته قربانگل حلیمووا وقتی وضع روانی پسرش یک بار بد می شود آرام کردن او آسان نیست. همین خیلی بسیاری بد اگر گپ زنیم شایگم چی وای میکردیم میزد هم مچیره میزد میشکست دیگه چی وای یگم کس وای میغلطید بعد اخیرده میغلطید دیگه هیچ کار کردن نمیتونستیم. در شعبه بیماری‌های روحی بیمارخانه حصار بدون ثبت در رادیوی آزادی تصدیق نمودند که مثنوی تا سن 18 زیر نظارت پزشکان قرار داشته در خانه طبابت می‌گرفته است. با ادعای رهبریت این شعبه مثنوی باید در بیمارخانه جمهوریوی بیماری‌های روانی واقع در ناحیه رودکی خود را به قید می‌گذاشت. کاری که با گفته طبیبان او نکرده است و رسما در رویخط بیماران روحی قرار نگرفته است. در معلوماتنامه رسمی شعبه بیماری‌های روحی بیمارخانه حصار نوشته شده است که هر لحظه امکان دارد بیماری روحی این جوان اوج گرفته باعث خراب شدن معاینه سر و فلج گردیدن دست و پا گردد. در بیمارخانه بیشتر شرح ندادند که از نگاه طبی چگونه اجازه دادند این جوان به ارتش جلب شود. در تماس تلفنی ایرج توردیف رئیس جماعت دهات حصار ناحیه حصار گفت چگونه مثنوی را به خدمت حربی بردند درک ندارد و گوشی را قطع کرد. در کمیساریات حربی شهر حصار کسی حاضر نشد در روبروی دوربین رادیوی آزادی صحبت کند. در این اداره تاکید نمودند که تشخیص‌های با تکرار نشان داده است که این جوان هیچ گونه بیماری روانی ندارد، یعنی بیمار بودن آن را تصدیق نکرده است. ولی از کارمندان کمیساریات حربی ما درخواست نمودیم که آیا
حاضر هستید خلاصه نهایی چنین تشخیص‌ها را به ما پیشنهاد کنید. آنها رد کردند. با قول خانواده جوان بیماری او بر اساس همه سند و تشخیص‌های طبی اثبات شده است و طلب دارند مثنوی از ارتش برگردانیده شود. این باری نخست نیست که پیوندان جوانان از اجباراً جلب کردن فرزندان بیمارشان به خدمت حربی اظهار نگرانی میکنند. در گذشته نیز بارها والدان و نزدیکان سربازان صدا بلند کردند که حین دعوت به ارتش وضع سلامتی فرزندانشان به انوبت گرفته نمی شود. شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. برخی از خانواده‌های رانده شده افغانستانی از پاکستان از آن در تشویشند که دخترانشان از تحصیل دور میمونند. آنهایی که حالا در مرز بین دو کشور در تورخم در خیمه زندگی دارند میگویند حکومت طالبان باید دسترسی دخترانشان را به تحصیل تامین کنند. از وضع فعلی مهاجرانی که از پاکستان بیرون کرده شدند همکارم زرانگیزی نوروز شاه گزارش می‌دهد. صدها هزار مهاجر افغان که از ترس بازداشت و آزار و اذیت پلیس پاکستان ترک این کشور کردند در مرز با افغانستان در این خیمه ها زندگی دارند. برخی از خانواده ها شب را در هوای باز روز میکنند و شرایط سنگین دارند. هر چه زودتر ما را از اینجا بیرون برند. 6-7 روز باز ما شب را همینجا روز کردیم. مشکلاتمون خیلی زیاد است. ما تشنم نداریم. ما به وطن برگشتیم تا خودمون را راحت حس کنیم، اما اینجا حالمون بدتر است. زندگی برای زنان و کودکان دشوارتر است. نعمت 17 ساله که در پنجاب زندگی میکرد میگوید پلیس پاکستان او و خانواده‌اش را از خانه اشون راند. پلیس به خانه امان آمد. عمکم را بازداشت کردند. ما ترسیدیم. پدرم گفت ما همه باید برویم وگرنه بازداشت میشویم. شب اول رو در بیرون روز کردیم. حالا در خیمه زندگی داریم. پاکستان به 1,700,000 مهاجری بی سندی افغان تا 1 نوامبر مهلت داد تا این کشور را ترک کنند. پلیس خانه به خانه گشته مهاجران را رانده است. پلیس ها چاپه میزد، در خانه میرآمد، مردم اذیت میکرد، سر سیاسرا سر بچه ها میبردن، پیسه میگرفتن. این مشکلات های ما زیاد شد. باز بسیار دیگه پتنگ شدیم، خستیم آمدیم. ملک خود ماست. مقامات طالبان میگویند به مهاجران بازگشته که در خیمه ها زندگی دارند کمک رسانیده می شود. وزارت مهاجرت آنها را با خوراک تامین می کند. ما اینجا پزشک و ماشین های یاری تجلی داریم. وزارت های گوناگون به آنها کمک می رسانند. وزارت دفاع خواهشمندان را با ماشین به ولایت آنها برده می رساند. ساکنان محلی و بنیادهای خیریه هم زیاد کمک کرده ایستادند. با اطلاع طالبان تاکنون بیش از 200,000 تن از گذرگاه تورخم واردی افغانستان شدند. بازگشت مهاجران ادامه دارد. آنهایی که تازه به اینجا رسیدند از نبود عادی ترین شرایط شکایت میکنند. میاد شستن خب بالکل گزاره میکنیم، نمیشیم دست پا چلشانه بس میخوردن هم یک کم تو میرسه بس گزاره میکنیم دیگه که زمین دیگه خوردن بسیار کم است دیگه شست شوی خب بالکل نیست. مقامات طالبان میگویند مهاجران برگشته را در گذرگاه مرزی تورخم ثبت نام کرده بعداً به ولایت‌هایشان انتقال می‌دهند. اما برای آنهایی که در افغانستان خانه و جای ندارند این خیمه‌های اقامتگاهی دراز مدت خواهد شد. و فرانسه دستور بین الخلقی حبس پرزیدنت سوریه بشار اسد و 3 صفش را برای استفاده سلاح منشوده کیمیایی ضد اهالی آزادشده صادر کرد. این حکم از سوی دادرسای مرکزی جنایت علیه بشریت دادگاه پاریس صادر شد. در این باره سازمان حامی حقوق سیویل رایتس دفندرز خبر داد. تفصیلات در وبسایت رادیو آزادی. بینندگان عزیز رسیدیم به پایان برنامه امروز. تشکر که ما را تماشا کردید. خبرهای از این بیشتر و پیوسته می توانید از سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ادناکلاسنیکی پیدا کنید. اگر شما شاهد حادثه شدید لطفاً با ما تماس بگیرید. خود را تا فردا احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما از این باشد.